من نمیدونم که از کجا آمدم و به کجا میروم، ولی انیق میدونم که اینجا باید در آسایش خودم و دیگران بکوشم. سلام بیننده های عزیز تلویزیون تاجیکستان، نشر نوبتی برنامه رواندرمانی از پیشنهادتان. امروز به سوال های شما پاسخ میگوید نامزد علم روانشناسی نادره مانوف. مدت یک هفته که سپری گشت سوال‌های زیادی وارد برنامه ما شدند. حالا باشد در دایره فرصت معین شده کوشش میکنیم که به آنها پاسخ گردانیم و اگر شما هم آماده هستید پس شروع میکنیم. نفیسه 28 ساله از شهر دوشنبه مینویسند که زود عصبانی میشوم. در این حالت از معیار زیاد خوراک استعمال میکنم. روز از روز وزنم زیاد شده ایستاده است و این باعث به وجود آمدن ناراحتی ها میگردد. هرچند میخواهم که در حالت عصبانی خود را اداره کنم ولی نمیتوانم. چیکار کردنم را نمیدونم. شما به من چی توصیه میدهید؟ کس درست میگن که وقتی که آدم عصبانی میشود سیستم عصبی انسان همه ارگانیسم ما رو گفتم که اداره کنیش ویران میشود. یعنی اون نظامی که دارد اما نظام ویران میشود. مثلا نظام خوراک هم حتی ویران میشود. مثلا اگر که عادتا در یک ثانیه یک قطره کسلتای مخصوص چکد که برای هضم خوراک، اگر که وقتی آدم عصبانی شود همین شماره یا کم میشد یا زیاد میشود. اگر که زیاد شود آدم تیز هضم میکند و خراب میشود و اگر کم چکد آدم فربه میشود. و بنابر همین هم این کس درست میگن که وقتی که عصبانی میشوند این به معده او، به فعالیت معده او و فعالیت تلخه او ضرر دارد و باعث اون میشود که مثلا نظام خوراکیشان ویران که میشود و این باعث مثلا زیاد شوی وزن می شود. و البته سبب اساسی در همین است که آنها عصبانی می شوند. البته شخص باید این را درست درک کند که عصبانی شدن خودش علاقه نادرست است. هر انسان باید کوشش کند که لجام هیجان خود را به دست بگیرد. اگر انسان لجام هیجان خود را به دست نگیرد او بسیار چیز را بوی می‌دهد، نه اینکه فقط وزن مثلا کم میشود یا زیاد میشود، بلکه حالت ناراحتی عصب، مثلا وقتی که آدم هر زمان عصبانی میشود و دور و دراز همین عصبی وی ناراحت است و باعث اون میشود که در او مثلا کسلی‌های گوناگون روحی پیدا میشه، مثلا بدخشمی، مثلا عصبانیت، بعد فشار خونی بلند به آوردن میرسه. یعنی کسلی‌های هم روحی پیدا میشه در انسان و هم کسلی‌های جسمانی پیدا میشه در آدم و این چیز باعث اون می شود که آدم گفتم ممکن است که حالت خود را بدتر و بدتر میکند. بنابر همین شخصی با شعور باید به این چیز راه ندهد. یکی از راه‌های مثلا پیشگیری عصبانی شدن در آن ظاهر می شود که انسان باید کوشش کند خودش بداند که کدام لحظه وقتش خوش است یا در لحظه اجرای کدام فعالیت وقتش خوش است. همین چیز رو خودش باید این رو مشاهده کرده، معین کرده، با اون کارهای مشغول شود که وقتش خوش است، اون کاری رو اجرا کند، اون لحظه رو مثلا پس سر کند. مثلا اگر در سیر تماشای با کوچه ها وقتش خوش است باید همین سیر تماشا رو بسیارتر کند. وقتی که اگر آدم حس میکنه در خواندن کتاب بدیعی وقتش خوش است، کتاب بدیعی رو باید زیاد کند. یا وقتی باز مثلا پختن خوراک، اگر یگون خوراک با وی وقتش خوش می شود، دقتش جلب می شود و همین عصبش مثلا حالت عصبانیش بهتر می شود و باید به همین خوراکپزی بسیار مشغول شود. عموما خودی آدم باید هر لحظه زندگی خود رو مشاهده کند و خوبی بدی همین رفتار و گفتار عملی خود رو تحلیل کند و کوشش کند به اون کارهای مشغول شود که بیشتر وقتش خوش است. هر کس خودش باید طبیب خودش باشد و خودش باید لجام احساسات خود رو به دست بگیرد. هر کسی که همین کار کرده میتواند و برد میکند، چه از جهت روانی و چه از جهت جسمانی او خود را مثلا سالم نگرداند. این حالت بیشتر در زنها مشاهده می شود. در مردها چگونه است؟ در مردها هم همین خیلی حادثه هست، لیکن مردها با جای خوراک بعضا خصلت‌های منفی بد دارند، مثلا تماکو کشی یا که میل مثلا استعمال نوشاکی‌های مثلا اسپریتی رو در راه پیدا میکنند که این باز بدتر است و البته خوبتر نیست. روز را تنها آفتاب روشن نمی کند. بعضی ها روز را در تاریکی می گذرانند. بعضی ها باشند شب را در روشنی. پس شب را چی طور روشن کنیم؟ اول روزانه راهی تاریکی را باید بست.
از بیشرمی، گناه، ناحقی، دروغ و فریب دور شدن لازم. بعد شبانه روشنی را باز باید کرد. آنگاه چشم خواب رود هم دل خواب نمی رود. مهرانگیز 16 ساله از شهری وحدت می نویسند که چند وقت باز حالم خوب نیست. هرچند که به کاری مشغول نیستم اما خود را پیوسته خسته احساس می کنم. درس و مکتب حتی دوستانم دیگر برایم اهمیت ندارند. از خانه به بیرون برآمدن نمی خواهم. این چگونه حالت است؟ این حالتی که خواهرم نامبر کرده، این حالت رو پسیخولوگ ها بعضا حالت ناامیدی و بعضا حالت افسردگی میگن. این حالت این کس رو باید اصلا وقتی خوب میشه این کس به پسیخولوگ مراجعت کند. هرچی تیزتر مراجعت کند همقدر باز خوبتر است. یا پسیخولوگ توسط مخصوص متدهای تشخیصی باید معاین کنند که در حالتشون به کدامش نزدیکتر است و پسیخولوگ توسط مشورت پسیخولوژی میتونن به این کس کمک رسونند. و حتی اگر که از این معیاری که همون با حالتشون با وزنی‌تر باشد، حتی بعضا در کار می شود که نه اینکه پسیخولوگ بلکه باز یوری پسیخیاتری هم ضرور بعضا می شود. بنابر همین این حالت رو آدم باید امروز پگاه کرده به خفا باید نپرتاید. حالت روحی آدم خود به خود تغییر نمی‌یابد. سبب اساسی چنین حالت به آمدن انسان یگون حادثه است، یگون عمل است که خاراکتری طبیعی دارد. یکی مثلا کسی در عائله او را مثلا ناراحت کرده است، یا یکی در مکتب شاید یگون دوگانه‌اش یا همسیفش او را مثلا ناراحت کرده است، یا در کوچه خشتانش میکنه. من سبب مشخص هست. همین سرچشمه را عینی کردن در کار و وقتی که اون سرچشمه را تاثیری همون سرچشمه را به این کس پیشگیری کرده که شود، بعد این حالت از این حالت برآوردن انسان آسان‌تر است، بهتر است. لیکن باید به این کس باید من بگویم که این حالت اصلا حالت خوب نیست. آدم اقلا هیچی که نشود، اقلا باید انسان توسط موسیقی تراپی، خواندن کتاب‌های بدیعی، تماشا در هوای تازه در مثلا با بوستان‌ها با منظره‌های زیبا و رفتن به مهمانی به نزد دوستان، رفیقان، علمی خیرها قطعی اصلا میتونست حال خود رو سبک کنند. لیکن تنها نشستن با این کس راستی گپ اونقدر خوب نیست. چون که هر چقدر تنها باشن باز همون حالتی یا افسردگی باشد یا حالتی ناامیدی باشد میتونه که زیانش زیادتر به این کس رساند. من همین حالتی دپرسیا، افسردگی چی در کودکان و نوجوانان و چی در کلانسالان یک رنگ میگذرد و یا تفاوت‌های دارند؟ تفاوت‌های خودش دارد و عجیبش در اون است که اینو سرچشمه دارن. مثلا در کودکان سرچشمه اینو همین خیلی میشد که از طرف کلانسالان ممکن اون مناسبتی که کودک آن را مثلا طلبات دارد، ضرورت دارد، آن را نمیبینند. وقتی که همین خیلی مناسبت منفی بشود، کودک ناامید میشود، به همین حالت افسردگی گرفتار میشود. و وقتی که ما با اون کس مثلا پیش راش نگیریم، مثلا مناسبتی کلانسالان رو با کودک ما تغییر ندیم، این حالت وزنی‌تر می شود و بنابر همین هم عاقبت خوب ندارد این چیز. وقتی که مراجعت میکنن ما سرچشمه‌اش معلوم میکنیم که از کجا سر شده است و سرچشمه کی هست یا چی است یا چی حادثه هست و وقتی که ما اون مسئله را کوشش میکنیم به قدر امکان حل بکنیم، بعد تاثیر منفی که به این انسان کمتر که میشد، یعنی حالت ناامیدی برطرف که کرده که میشد، بعد این ناامیدی برطرف شدن حالت دپرسی هم تاثیرش سبکتر آدم از زمین گفتم ورته بیرون میبراید و این ضرور است. بیرون برآوردن بسیار ضرور است برای انسان، چون که این حالتی هست که قوه روحی انسان رو راست گپ محو میکند، کم میکند، سست میکند. بنابر همین ما باید به این حالت مبارزه بریم. آدمان خوب ما را خوشبختی می آرند. آدمان بد ما را تجربه دار می نمایند. آدمان بدترین به ما درس می باشند و آدمان بهترین به ما خاطره های بهترین تحفه می کنند. هر یکیش را قدر نمایید.
بهروز می‌نویسند که با آدمی ناخوش چگونه مناسبت کنیم و چرا با دیدن چهره گرفته یا غم‌انگیز طبع آدمان خیره می‌گردد. وقتی که همصحبتی ما حالتش تیره است، مثلا خوش خموخش آویزان است میگیم، در همین حالت از آدم بیوتاکای منفی میبراید و بیوتاکای منفی که از او میبراید به همصحبتی او تاثیر میکند و بیوتاکای منفی که همصحبت به آدم میرسد، این بیوتاکای منفی انرژی همصحبت را میکشد و همصحبت هم یک لحظه طاقت میکند، بعد آهسته میفکر خودش خسته و مانده میشود، چون که بیوتاکای مثبت انرژی کوری، انرژی مثبت روحی انسان را که کم میکند میکشد، بنابر همین آدم دیگر طاقت نکرد روی گریز میکند. اکنون در این حالت ها با این آدم ها چگونه مناسبت کردن در کار هستند؟ آدمی که به من باید معقول نیست و اگر من خواهم که در دل من خواهش حواسی باشد که همین آدم مناسبتش به من مثبت باشد، این دیگر مسئله است. مسئله هست که من باید کوشش کنم به همین آدم معقول شوم. راه‌های برای آدم معقول شدن گوناگون است. مثلا یکی از راه‌های به این آدم همصحبت معقول شدن و طبع او را خوش کردن و مناسبت خود را با آدم بهتر کردن همین است که یکی از راه‌های اساسیش که باید ما در یک موضوع صحبت را آغاز کنیم که همین همصحبت ما شوق و ذوق زیاد دارد. آدمان هم فکر و هم عقیده و هم شوق و هم ذوق اصلا به دیگر نزدیک می شوند و دوستی آنها رونق می یابد. ما باید از این چیزها استفاده بریم. این هم یکی از راه‌هایی هست که انسان توسط آن می تواند دوستان را زیاد کند، دشمنان را به دوست تبدیل کند. مردی که دارای عزم نیرومند و اخلاق متین است هرگز فضیلت اخلاقی خود را فدای هوس‌های زندگی نمی کند. آره، مردان در این جهان زندگی کردند که برای تکمیل و حفظ فضایل اخلاقی جسم و جان خود را فدا ساختند. سعیده 24 ساله از شهر دوشنبه می نویسند که چرا انسان ها تاب و توان شنیدن مشکلات را ندارند؟ این حالت باعث خود را تنها احساس کردن نمی گردد. وقتی که انسان مشکلی را می بیند در دل او البته الکه یک غم پیدا می شود که چطور این مشکل را پس سر می کند. این سرچشمه یک گفتم ممکن است که یکون لحظه ناگوار، لحظه ناخوش است. بنابر همین مشکلات خودش چیزی بد است، لیکن برعکسش اگر باشد، وقتی در پیش آدم مشکلی را نبیند و یکون خرسندی را بیند، این طبع آدم الکه بالیده می شود. انسان انتظاری حادثه خوش حالت روانی آدم را خوب می کند، انتظاری مشکلات و حادثه ناخوش حالت روانی آدم را بد می کند. بنابر همین هم انسان کوشش باید کند که در پیش خود فقط مشکلی رو و حادثه ناخوش رو نبیند. اگر البته زندگی فقط از حادثه خوش عبارت نیست، زندگی از لحظه به لحظه تغییر می‌یابد، حادثه خوش بعد و ناخوش، بعد و خوش، بعد و ناخوش. بنابراین یک لحظه ما غمگین هستیم، یک بار باز خرسند هستیم، یگون حادثه ناخوش رو می‌بیند. آدم باید از پس او باز بنگرد که شکرانه کند که بعد این حادثه که من یک کوشش کرده از اینکه گذشتم، چنین حادثه خوش مرا انتظار است. انمون انتظاری حادثه دیگری که بعد ناخوشی هست ما رو قوای ما رو دوچند میکند، قوای کاری ما رو زیاد میکند، ما رو فعال میکند و ما گفتم ممکن است که با قوای دوچند مبارز میشه، فعال میشویم و این مشکل رو پس سر کرده گذشته میتونیم. انتظاری اگر که افسوس که بعضی آدمان در زندگی چنان ناامید میشوند که در پیش فقط ناخوشی ها را میبینند. انمین علاقه بد است. وقتی آدم در پیش فقط ناخوشی ها را میبیند، او پیش از آمدن این ناخوشی ها علاقه خود را بوی میتید، گفتم ممکن است خود را از دست میتید.
лаҷоми идора кардани худро аз даст медиҳад ва ҳолати равонӣ ҳам ҳолати ҷисмонии одам баъд баттар мешавад. ана ин албатта хубӣ надорад. маълум аст ки бо ҳар касе ки рӯбарӯ нашаванд дар бораи мушкилот мегӯянд, дар бораи мушкилоти худашон ва имрӯз воқеан ҳам касе тоби шунидаи мушкилотро надорад. ҳар кас мушкилиҳои худро дорад. масалан бале аслан ҳамин дӯстию рафиқию ҳамин чизҳо аслан барои ҳамин аст, чунки инсон вақти мушкилӣ дорад ғаме дар дил дорад, инсон ҳар кас ба ин ғамашро гуфта наметавонад. одам ниёз дорад ба дӯсте ки дар назди ӯ метавонад дилашро холӣ кунад. бинобар ин мо инро бояд бифаҳмем. ҳатто ба назди мо психологҳо вақте ки муроҷиат мекунанд, мо қариб баъзан ҳеҷ кор накарда фақат вонамуд мекунем ки бо диққат ӯро гӯш карда истодем. вақте ин инсон сидқан мебинад ки мо ӯро гӯш карда истодем, то ба охир дилашро холӣ мекунад, ҳатто мо ҳеҷ корам накардем. اون نفر باشد باز مینداری زیاد میکند که رحمت به شما که بعدی صحبت با شما وقتم خوش شد گفته. حالا که ما هیچ کار نکردیم، فقط او را بله گفتن، درست است، همین خیلی است، درست است، بله گفته. ما فقط بابا یا که یک خوبه دیگر علاوه روحی میتیم که او صدقاً دلش زیادتر خالی کند. وقتی که آدم دلش خالی میکند، خیال میکند که دردش کم شد، مشکلیش یا که حل شد گفته. اینم یکی از نمودی کاری پسیخولوژی است. وقتی که آدم مشکلی دارد، نیاز دارد به دوستی، به شخصی که صدقاً او را گوش میکند و او میتواند دلش را در نزد او خالی بکند. عملی اگر کاشتید عادتی درو خواهید کرد، عادتی اگر کاشتید اخلاقی درو خواهید کرد، اخلاقی اگر کاشتید سرنوشتی درو خواهید کرد. یاسمین از ولایت ختلان می نویسند که هوای ابرناک باعث غمگینی و افسرده‌حالی می گردد. در این حالت خودم را تنها احساس می کنم و گریستن می خواهم. چرا چون این حالت رخ می دهد؟ بعضا آدم خودش نمیداند که طبعش برای چی ناخوش است. خودش سببش را درک کرده نمیتواند و در بسیار حالت‌ها همین طبع ناخوشی که سبب ندارد برای خودمان ناعیان است، همین بود هوا می شود. وقتی که انسان مثلا یک نقشه زندگی دارد و در وقتی که انسان نقشه زندگی رو میکشد، در نقشه زندگیش الکی او با هوا را بینابت میگیرد که مثلا من به فلان جا رفته فلان کار را میکنم، دیگه او در نظر دارد که البته همون روز آفتابی خوب است. دیگه وقتی که همون روز از پس همون کار شدن، پس از خواب بیدار شدن میخواد نقشه عملی کنه، ببینه که بارون است و اون نقشه رو الکی به طرز اتوماتیک اجرا کنه میشد، الکی آدم ناامید میشه. بنابراین همین ناامیدی باعث اون میشه که نقشه ما که ویران که میشود ناامید میشویم. بنابراین البته تاثیر خود را دارد. آن کس که زورمند و قوی است میتواند با مشت توان خود دهان ضعیفی را در هم بیشکند، در حالی که باید بداند که مشت بزرگتری هم در آستین قویتری پنهان است. در پایان برنامه به بیننده های ما چی توصیه میدهید؟ من میخواستم بگم که باید انسان خودش درک کند که چرا طبعش خوش است و چرا ناخوش است. وقتی انسان میداند سببش را و وقتی که میداند با وی پیشگیری کردن این حالت خود به آسانتر است و بنابر همین انسان همه وقت باید مشاهده کار باشد. چی خود را، چی حالت روانی و چی حالت جسمانی خود را مشاهده کرده، ما باید آگاه باشیم، آماده باشیم و هر حالت روانی و روحی خود را، جسمانی خود را باید ما پیشگیری کرده توانیم. اگر واقعا از خطر میترسیم، پس برخیزیم و کاری بکنیم، وگرنه ترس بی‌عملی ما را کوچکتر و خطر را بزرگتر میکند. امروز به سوالهای شما پاسخ گفتن نامزد علمی روانشناسی ناظر امانوف. بیننده های عزیز، شما می توانید طول هفته سوالهای خود را به عنوان برنامه رواندرمانی ارسال نمایید. به همه سوالهای شما روانشناسان ما حتما پاسخ میگویند. خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. تا دیدار دیگر، سلامت باشید.